برادری تقاضا کردن معنای دعای وتر را به زبان تاجیکی میکردید تا اینکه ما میدانستیم. درست است برادری محترم، دعای وتر قسمی که گفتیم در احادیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه وسلم آنچه که نقل شده: اللهم اهدنی فی من هدیت، اللهم اهدنی، یا الله مرا ثابت و برقرار بمان بر راه هدایت، قسمی که دیگرها را هم بری راه ثابت و برقرار ماندی و از دنیا بر هدایت رفتن، مانند انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. و عافنی فی من عافیت، و مرا عافیت و تنومندی و صحت ببخش، قسمی که دیگرها را صحت بخشیدی، از همه بدی ها و از همه امراض گوناگون مرا نگه بدار. و تولنی فی من تولیت، و امر مرا به دست بگیر، سرپرستی مرا به دوش بگیر، قسمی که دیگرها را امرشان به دوش گرفتی، سرپرستی از اونها را داری، همچنان مرا امر ما به دوش بگیر. و بارک لی فیما اعطیت، و برکت بیانداز، برکت بیار در آنچه که بری من بخشیدی از نعمتها، و همچنان از عمر، از مال و از علم و از تمام زندگی، در تمام زندگی که به من بخشیدی در اینها برکت بیار. و قینی شر ما قضیت، و مرا نگه بدار، حفظ کن از شر آنچه که او را مقدر کرده، نوشته در تقدیر من، شر بدی ها، شر آفات، شر مرض ها، از همه از اینها مرا حفاظت بکن. فإنك تقضی ولا یقضى علیک، یقینا تو فیصله میکنی و حکم به دست تو است و بالای تو فیصله کرده نمی شود و هیچ کسی نیست که بالای تو فیصله کند. انه لا یذل من والیت، یقینا ذلیل کرده نمیتواند یا ذلیل نمی شود شخصی که او را تو دوست بداری یا سرپرستی از او را به دوش بگیری. کسی را که الله دوست داشته باشه، کسی را که الله کاری از او را و امری از او را به دوش داشته باشه، کسی او را ذلیل کرده نمیتواند. ولا یعز من عادیت، و همچنان صاحب عزت نمی شود شخصی که تو او را بد ببینی، همراه از او دشمن بوده باشی و هرچند که مردم همراه از او یک جا شوند و او را عزت بتن، لکن کسی که دشمنی توست او عزتمند شده نمیتواند. تبارکت ربنا و تعالیت، تبارکت بسیار ذاتی با برکت هستی، خیر تو زیاد است، برکتی تو زیاد است، ربنا ای پروردگار ما، و تعالیت همچنان ذاتی با عظمت هستی، ذاتی صاحب قدر هستی، بلند هستی. و این مختصر ترجمه تاجیکی دعای وتر است.